برای نفرانی که صدقه میکنند قصه عجایبه. مرد در آشخانه نشسته بود. ناگه پیر و کمپیر وارد شدند. معلوم بود که شرایطشان نه آنقدر خوب بود. کمپیر به سوی مرد گفت: مردک، دلم آش میخواهد. موسفید پولش کم بود گفت: زنک جان، بیا امروز شوربا میخوریم، و روز دیگر آش. مرد نظاره میکرد. میگوید بعداً همان وقت دوید زود تلفنش را گرفت و به این طرف و آن طرف دروغ زنگ زد. بلند گپ زد و تلفن را گذاشت و گفت: من صاحب پسر شدم و برای همه نشستگان، همون 4-5 نفره که نشسته بودند، آش رایگان. به همه شما آش رایگان گفته به پیر و کمپیر آش آوردند دادند. همه خرسندانه میخوردند. اما مرد که او را میشناخت نظاره کرد. بعد آمد و گفت که: ای مرد، چرا این طور کردی؟ گفت: اگر تنها به آنها آش میگرفتم، شاید به عزت نفسشان میرسید و آنها را غمگین میساختم. به خاطر آن نرنجیدنشان برای تمام نشستگان آش گرفتم. میگفت در تقسیمات صدقه باید چنین رفتار کرد که به عزت نفس دیگران نرسید. صدقه برای شاد کردن است، نه برای غمگین ساختن. بله، این بود موضوع روز. خیر، تا برنامه های دیگر با ما باشید و در کانال ابونه شدن را فراموش نسازید.